دوستان گرامی، ما با بازی بین دسته‌های النصر و یوکوهاما می‌آییم و تا اون زمانی که ما دروازه‌ای که اونجا باید وسایل اخبار عموم وارد شود تا اونجا یافتن با این دروازه اومدیم که اینجا مخلصان یوکوهاما آمدن و اونها امید دارن که امروز النصر رو مغلوب بکنن. یک بازی و مالکه از کره جنوبی دیدیم که 7-0 در مقابل الهلال باختند، اما امروز چی را انتظار هستند؟ یک لحظه. خب حالا دوستان گرامی، من از یوکوهاما میپرسم که امروز چی نتیجه رو در این بازی دارم؟ 2-0 یوکوهاما غلبه میکند. خب دیگه مخلصان البته یوکوهاما میگن 2-0 غلبه میکند، اما من نمیدونم که میتواند یا نمیتواند، چون اینجا قدرت ها بسیار هم ارزنده هستند. قسم زیادی مخلصان النصر با پیراهن‌های رونالدو در اینجا هستند. خب من با دو نفر که در اینجا بودم صحبت نمی‌کنم. میگم کی امروز غلبه می‌کند؟ غلبه فی هذه مباراه 5-0. ولی نفر دیگه که اینجا هست فوتبال بهتر می‌فهمد. او میگه که در هر دور زمان فوتبال ما خیلی ترقی میکند و امروز من باور دارم که با اون یک اصول شکن صاحب روخت و بازی می‌نویسیم.